بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 12:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل وکتر محمدیف جمشید سال تولدش 1976 هنگام حرکت در شورای کونه بادام دیمای در حدود جماعت دیهات لاهوتی به خطری حرکت رو ویران نموده هنگام سبقت به سمت مقابل حرکت برآمده به ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره اسماعیلوف فیضلی سال تولدش 1995 ساکن شهر کونه بادام برخورده است. در نتیجه مسافر ماشین تمغه اوپل استرا امرزوق و شویره سال تولدش 1965 ساکن شهر کونه بادام جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین 2 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 14:10 راننده ماشین تمغه اوپل استرا عبدالله زاده مقصود جان سال تولدش 2001 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در راه ماشینگرد کوچه شیروزی از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد حسن و مکنونه سال تولدش 1988 ساکن ناحیه عینی را پخش نموده بعدا به ماشین تمغه فولکسواگن پولو تحت اداره مهدیسایف محمدالله سال تولدش 1988 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه پیادهگرد مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته از جانب خود راننده به بیمارخانه بستری گردیده در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.